سلام علیکم. بناهای سنگی مربوط به اقوام بلوچ و بلوچ‌ها در کوهنمزاری کوه زندان مربوط به دوران هخامنشی. اما اکنون فیلم گرفتم برای بعضی عزیزان که نشدیده، انشاءالله که بپسندی و وشترو و وشنابی. این گروه هم بنایی که الان شما مشاهده کردینی بنای خشککاری بدون ملات، فقط سنگ و خاک، مربوط به دوران هخامنشی ها و اقوام بلوچ و بلوچکاره بودن که جا سکونت رو گرفت. قدیمی، خیلی قدیمی هست. مشاهده بکنید. الان یه عده افراد سوجی اون کلامشون به عنوان که چه گنجیه، ولی خیلی چیزا دستگیرش نبود، فقط منتها متاسفانه تخریب شو کرده. انشالله که بپسندید یه اثر از ما. حق نگهدار همه عزیزان. انشالله که بیا نزدیک ببینی که قدیم چه زحمت رو کشیده در کوهستان منطقه ما. این کوه هم معروف به کوه کوله‌مزاری یا کوه شاخهای کوه سرشاخهای کوه زندان. آن طرف هم دیگه کشناوه. این عزیزان هم همراه ما هستند به عنوان تفریح گردش. بله جان، بله جان. بله آبی یک جا نشان آوری. بله راه آبی یک جا. آها. از یک جا هنده به یک جا بله. دست شما در نکنه آقای دلاوری که به ما راهنمایی که و از بیانات فیض ما با. ممنون، منتوار، سلامت باتی. سفر تحقیقاتی ما به سمت زیارت شاهوریا، زیارت لال شهباز. تا لحظات دیگه سفر ما آغاز بود. تا اینجا ماشین همه. باش درو باش.